توافق جدید شفیق مرید با خانم نغمه، رابطه شفیق مرید با نغمه چیست و دعوای جدید شفیق مرید با آقای منگل اما چرا؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. شفیق مرید هنرمند حماسه سرا از ولایت بوستانی لغمان. وی آوازخوان پشتو زبان است ولی آهنگ‌های بلجه های شیرین هزارگی و زبان دری هم سروده است. آقای شفیق داماد خانم نغمه و آقای منگل است. وی در کشور امریکا زندگی می کند. دارای 3 فرزند است. شفیق مرید دختر خانم نغمه را فقط با دادن یک کمپوز برای نغمه گرفته است. شفیق در سال 2015 با حضور شماری از خبگان افغانستان در امریکا مراسم ازدواج خود را برگزار کرد. آقای مرید در جدیدترین اقدام خواسته با خانم نغمه توری از کنسرت‌های اروپایی را برگزار کند و بر این توافق کردند که هزینه دریافتی از این کنسرت‌ها را برای مردم ولایت لغمان روان کند و بزرگان این ولایت شفاخانه برای مردم آن ولایت احداث کند. و جالب اینجاست قرار بگو مگوهای مردم و نزدیکان نغمه و منگل قرار است این دو هنرمند بعد از سالها جدایی کنسرت مشترک را در کشور امریکا اجرا کند، اما تاکنون تاریخ و زمان این کنسرت مشخص نیست. اما با برخورد و واکنش تند از جمله شفیق مرید و دیگر اولادانشان قرار گرفتند. شفیق مرید در این اواخر آهنگ‌های جدید برای علاقمندانش نشر کردند، از جمله آهنگ وطن بیان کننده وضعیت مردم و افغانستان زمان سقوط حکومت بوده است که مورد تشویق و حمایت فراوان از طرف مردم و علاقمندانش شده است. اما آهنگ‌های شفیق مرید خاطره‌ساز برای همه بوده است. ما برای شفیق مرید، خانم نغمه و آقای منگل و تمامی هنرمندان کشورمان آرزوی سلامتی و طول عمر داریم. شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا ویدیوی دیگر، الله نگهدار.